مدینه به در خانه‌اش نزدیک شد. در دستانش خلطه‌های پر از بازیچه و شیرینی‌ها برای کودکانش بودند. او امروز کمی بروقتر از کار برگشت تا دوگانه بهترینش فرزانه را که یک ماه باز در خانه آنها زندگی می‌کرد خرسند کند. فرزانه بیچاره نو از شوهرش جدا شده بود و جایی رفتن نداشت. مدینه او را مثل خواهر خود قبول کرد. اما وقتی مدینه کلید را در قلف تاب داد و وارد دهلیز شد، خاموشی عجیبی را حس کرد. از مهمانخانه صدای خنده پست زنانه و آواز شناس شوهرش منصور می آمد. نترس، وی تا بگاه نمی آید. می گفت منصور با آوازی که مدینه آن را تنها در شبهای اول ازدواجشان شنیده بود. مدینه در جایش شخ شد. خلطه ها از دستش به زمین افتادند. یک سیب سرخ از خلطه بیرون شد و تا نزدیک در مهمانخانه غلیده رفت. مدینه با دستان لرزان در را کمی تیله داد و آن چیزی را دید که تمامی دنیاش را در یک ثانیه آتش زد. در آنجا در بالای دیوان خانه او دوگانه بیچاره‌اش در آغوش شوهر او نشسته بود. بیایید به عقب برگردیم. مدینه و منصور 10 سال پیش ازدواج کرده بودند. زندگی آنها نمونه عبرت برای همه بود. منصور مرد کارگر، مهربان و پدر غمخوار برای 3 فرزندانشان به شمار می رفت. مدینه باشد زن هنرمند و صرفه‌کار بود. آنها با زحمت زیاد خانه ساختند، ماشین خریدند و نقشه داشتند که تابستان آینده کودکان را به بحر برند. در این میان فرزانه دوگانه دوران مکتبی مدینه پیدا شد. فرزانه زنی بود که همیشه از تقدیرش شکایت میکرد. شوهر اولش او را میزد، شوهر دویمش باشد تنها پولش را گرفت و گم شد. مدینه جان، من دیگر قوت ندارم، میگفت فرزانه با اشکهای ساخته. مادرم مرا به خانه راه نمیدهد، برادرانم مرا عیبدار میکنند، من در کوچه ماندم. دل رحمگینی مدینه توب نیاورد. او به منصور گفت: منصور جان، بیا فرزانه را به خانه امان بیاریم. 1-2 ماه ایستد تا یگان کار یابد. دوگانه نزدیکم است، نمیتوانم او را در کوچه مانم. منصور در اول راضی نشد. خانه ما جای بیگانه ها نیست مدینه، این خوب نیست. اما مدینه اصرار کرد. او نمیدانست که با دستان خود مار را به آشیانه خود آورده ایستاده است. او نمیدانست که این رحمدلی به قیمت سوختن حیاتش تمام می شود. فرزانه به خانه آمد. در روزهای اول او خود را خیلی خاکسار نشان میداد. خانه را روبوچین میکرد. به مدینه در پختن خوراک کمک میکرد. به کودکان مهربان بود. تو فرشته هستی مدینه، تکرار میکرد فرزانه. کاش همه زنها مثل تو می بودند. منصور خیلی مرد خوشبخت است. اما آهسته آهسته فرزانه به تغییر یافتن آغاز کرد. وقتی مدینه در کار بود، فرزانه لباسهای زیبا می پوشید. او می دانست که ساعت 5 بیگاه از کار می آید. او محض در همان وقت به آشخانه می برآمد و با صدای مهین و نازک با منصور گپ می زد. منصور جان، این خوراک را من مخصوص برای شما پختم. مدینه وقت نداشت. می گفت او با لبخندی پر اسرار. مدینه این را نمی دید. او به دوگانه‌اش 100% باور داشت. او حتی خرسند بود که در خانه‌اش کسی هست که به شوهرش و کودکانش می رسد. مدینه در سر دسترخوان به فرزانه لباسهای نو تحفه می کرد و می گفت: فرزانه جان، تو باید خودت را نگاه کنی، تو هنوز جوان هستی. فرزانه باشد در دلش می گفت: ها، من خودم را نگاه می کنم و آن چیزی که از تو هست از آن من خواهد شد. پس از 3 ماه مناسبت منصور دیگر شد. او که همیشه بعد از کار راست به نزد مدینه می آمد، اکنون بهانه می جوست تا دیرتر بیاید یا در حجره کاریش تنها باشد. منصور جان، چرا اینقدر خسته هستید؟ می پرسید مدینه. کارم زیاد است مدینه، مرا عذاب نده، جواب می داد او با عصبانیت. در همین حال فرزانه نقش دوگانه غمخوار را ادامه می داد. او نزد مدینه می آمد و می گفت: مدینه، به فکرم منصور از تو خنک شده است. تو بسیار کار می کنی، به خودت نگاه نمی کنی. دیروز دیدم که چی خیل به یک کس در تلفن با تبسم گپ می زد. فرزانه تخم شبهه را در دل مدینه می کاشت. او می خواست که مدینه با شوهرش جنگ کند. وقتی مدینه و منصور بحث می کردند،
فرزانه مثل فرشته نجات میان آنها می درآمد. نزنید منصور جان، مدینه خسته است، بخشیده‌اش، می گفت او و با چشمانش به منصور اشاره های دیگر می کرد. این بازی خطرناک روز تا روز اوج می گرفت. فرزانه آهسته آهسته مدینه را در نظر شوهرش یک زنی جنجالی، خسته و نازب نشان می داد. خودش باشد همیشه آرام و خندان و فهمیده بود. یک شب مدینه تصادفاً دید که فرزانه در دهلیز با تلفن پیچ راست می زند. ها جانم، من هم یاد کردم. وی حاضر خواب است. مدینه گمان کرد که فرزانه یگان کسی نو را یافته است و برای دوگانش خرسند شد. او نمیدانست که جانم گفتنی فرزانه به شوهر خودش منصور بود که در حجره همسایه می خوابید. پس از یک هفته مدینه پی برد که انگشترین طلایی ازدواجش که منصور 10 سال پیش برایش خریده بود گم شده است. او تمام خانه را کوفت، گریه کرد، عصبی شد. منصور جان، انگشترینم نیست، گفت او با گریه. مدینه، تو همیشه چیز را گم میکنی. شاید در کارخانه تان افتاده باشد. بی‌پروایانه جواب داد منصور. اما بگاهی وقتی مدینه به حجره فرزانه درآمد تا لباسهای شسته شده را برد، چیزی را دید که دلش را دونیم کرد. انگشترین او در بالای میز فرزانه می ایستاد. مدینه آن را گرفت و نزد فرزانه رفت. این در اینجا چی کار میکند؟ پرسید مدینه. فرزانه با چهره بیگناه جواب داد. مدینه جان، من آن را در حمام یافتم. میخواستم به تو دهم ولی فراموش کردم. مرا ببخش، سرم امروز بسیار درد میکرد. مدینه به گپ او باور کرد. او میخواست باور کند. او نمیخواست فکر کند که دوگانه اش دزد یا خیانتکار است. اما آن شب مدینه خواب دید که ماری سیاه از زیر بستر فرزانه برآمده گلوی او را میفشارد. او با داد از خواب بیدار شد. منصور در پهلویش نبود. او در مهمانخانه تلویزیون تماشا میکرد. در اصل باشد آنها در آشخانه با فرزانه چای میخوردند و آهسته خنده میکردند. و اینک ما به آن روز رسیدیم که همه چیز آشکار شد. روزی که در مقدمه گفته بودیم. مدینه از کار بر وقت آمد. ساعت 3 روز بود. او میخواست کودکان را از باغچه گیرد و بعد همگی به باغ روند. وقتی او آن صحنه را در مهمانخانه دید، فرزانه در آغوش منصور، جهان در نظرش چپه شد. خلطه های بازیچه به زمین افتادند. صدای افتادن بازیچه ها مثل صدای ترکیش در آن خانوشی صدا داد. منصور و فرزانه با ترس از جای خیستند. مدینه، این آن چیزی نیست که تو فکر میکنی، گفت منصور و کوشش کرد لباسش را درست کند. مدینه چیزی گفتن نمیتوانست. نفسش در گلویش بسته شده بود. او به فرزانه نگاه کرد. فرزانه دیگر آن زن بیچاره و گریان نبود. او با سر بلند ایستاده با مدینه با نگاهی غالیبانه مینگریست. بس است منصور، گفت فرزانه با آواز سرد. تا کی دروغ میگوییم؟ مدینه، حقیقت این است که منصور دیگر تو را دوست نمی‌دارد. او مرا انتخاب کرد. ما 2 ماه باز با هم هستیم. این خانه به من بیشتر از تو می‌زیبد. این سخنان مثل قرغاشیم داغ به گوش مدینه ریختند. فرزانه، من به تو نان دادم. من تو را از کوچه یافتم. من تو را خواهر گفتم. تنها همین را گفته توانست مدینه. تو به من رحم کردی مدینه و من از رحمدلی تو نفرت دارم. جواب داد فرزانه. تو فکر کردی که با دادن لباسهای کهنه ات مرا خرسند میکنی؟ نه، من همه چیزی تو را میخواستم و اینک من آن را گرفتم. مدینه به منصور نگاه کرد. منصور، این راست است؟ این زن چی میگوید؟ کودکانمان چی؟ 10 سال زندگیمان چی؟ منصور سرش را پایان انداخت ولی بعد با جهل گفت. تو همیشه در کار بودی. تو فقط پول میگفتی. فرزانه باشد مرا میفهمد. او به من آرامی میدهد. مدینه، بیا گپ را دراز نکنیم. ما جدا میشویم. تو میتوانی به خانه مادرت روی. خانه را من میگیرم چون که پول اساسی را من دادم. این ضربه آخرین بود. خانه‌ای که مدینه هر یک گوشه‌اش را با دستان خود پاک میکرد،
خانه‌ای که در آن فرزندانش به دنیا آمده بودند اکنون جای خیانتکار و دشمنش میشد. منصور و فرزانه مدینه را مجبور کردند که همون روز خانه را ترک کند. کودکان را از باغچه مدینه خودش گرفت. وقتی او با 3 کودک خردسال در کوچه ایستاده بود، باران میبارید. او جایی رفتن نداشت. مادرش در یک حولی کهنه با برادرانش زندگی میکرد. آچه جان، چرا ما به خانه نمی رویم؟ میپرسید دختری 4 سالش. من میخواهم در کت خودم خواب کنم. مدینه اشکهایش را پاک کرد. ما به مهمانی می رویم جانی آچه، به خانه مامایتان. در این وقت در خانه آنها فرزانه اللکای لباسهای مدینه را از شکف بیرون می پرتافت. او خود را صاحب خانه حس می کرد. او در آینه به خود نگاه کرده می گفت من بورد کردم. مدینه ساده، تو فکر کردی که نیکی همیشه با نیکی برمی گردد؟ نه، در این دنیا تنها گرگ ها زنده می مانند. اما فرزانه یک چیز را فراموش کرده بود. کسی که با آسانی خیانت می کند خودش هم قربانی خیانت می شود. و منصور که به زنی وفادارش خیانت کرد هیچگاه با این زنی مارصفت خوشبخت شدن نمی تواند. خانه مادر مدینه در یک محله دوردست شهر واقع بود. یک حوله کهنه با 3 حجره که در اونجا 2 برادر مدینه با زن و فرزندانشان زندگی می‌کردند. وقتی مدینه با 3 کودک و چند خلطه لباس وارد حولی شد، کسی او را با آغوشی باز پیشواز نگرفت. باز آمدی، گفت برادر کلانیش با قهر، مگر من نگفته بودم که زن باید طاقت و صبر کند؟ اکنون ما اینقدر آدم را چی خل میخورانیم؟ مدینه چیز نگفت. او در کنج یک حجره تنگ در بالای کورپچه کهنه نشسته کودکانش را به آغوش کشید. شبها او آواز زن برادرش را میشنید که ناراضگی میکرد. اینها برای ما بار زیادتی هستند. چرا شوهرش آنها را از خانه پیش کرد؟ شاید خودی مدینه عیبدار است. این سخنان از خیانت فرزانه دیده سخت‌تر به جان مدینه میرسیدند. او حس میکرد که در این دنیا برای او و کودکانش دیگر جای امن نیست. او مجبور شد که به کار برآید. صبح بر وقت ساعت 5 صبح وقتی همه خواب بودند او میخیست، به بازار میرفت و در اونجا نان و سمبوسه میفروخت. دستان نازک او که پیشتر تنها کریم‌های گرانبها را می‌دانستند، اکنون از گرمی تنور و سردی بازار کفیده بودند. در همین حال در خانه زیبای مدینه فرزانه خود را ملکه احساس می‌کرد. او دیگر آن زن مهربان و دستیار نبود. او تمام روز در نزد آینه می‌نشست و پول منصور را برای آرایش و لباس صرف می‌کرد. منصور جان، من خسته شدم، می‌گفت او با ناز. چرا من باید خوراک پزم؟ بیا از طربخانه فرمایش دهیم. منصور که به خوراک‌های بامزه و خانه همیشه تازه مدینه عادت کرده بود، آهسته آهسته فرق را حس می‌کرد. خانه دیگر بوی مهر نمی‌داد. بوی عطر تند فرزانه و چنگ و خاک در کنج‌های خانه پیدا شده بودند. فرزانه حتی لباس‌های مرا کی می‌شوید؟ پرسید روز منصور. ماشین جامه‌شویی هست کو؟ جواب داد فرزانه با عصبانیت. من خدمتگار تو نیستم، من زن تو هستم. منصور در لب دیوان نشسته به دیوار نگاه میکرد. او یاد آورد که چی طور همیشه مدینه لباسهای او را درزمال کرده با تبسم پیشواز میگرفت. او میخواست به مدینه زنگ زند، ولی غرورش و عشق دروغین فرزانه او را نمیگذاشتند. موافق قانون کودکان باید روزهای استراحت به نزد پدرشان میرفتند. مدینه نمیخواست آنها را فرستد، ولی منصور تهدید میکرد که آنها را تماماً از او میگیرد. وقتی کودکان به خانه پدرشان آمدند، فرزانه نقابش را پوره کشید. در نزد منصور او به آنها قند میداد، ولی وقتی منصور به کار میرفت، حیات کودکان به دوزخ تبدیل میافت. اینجا ننشینید، این دیوان گران است، افلاسش میکنید. فریاد میزد فرزانه به بالای پسر 9 ساله مدینه. شما مثل مادرتان بیهنر هستید. مادرتان شما را به ما بار کرد تا خودش در بازار گردد. پسر کلانی که همه چیز را میفهمید، خواهر و دادرش را در پشتش پنهان میکرد. مادر ما از تو بهتر است، تو دوست هستی، تو خانه ما را دزدی کردی، گفت او با جسارت.
فرزانه از خشم دیوانه شد و بر روی کودک شپلاق زد. اگر به پدرت چیز گویی، من به او میگویم که تو مرا زدی و حقارت کردی. او تو را باز هم سخت‌تر میزند. کودکان تمامی روز در یک کنج گرسنه و ترسیده می نشستند. وقتی بگاه به نزد مدینه برگشتند، پسرش چیز نگفت، ولی دختر 4 ساله اش تنها گریه می کرد و می گفت: آچه جان، مرا دیگر به آن خانه نفرستید. آن خاله خیلی بد است. وی می گوید که شما مرا دوست نمی دارید. مدینه حس کرد که جانش از بدنش بیرون می رود. او دیگر طاقت کردن نتوانست. او فهمید که گریه کردن بس است. اگر او مبارزه نبرد، این دشمنی درون خانه نه تنها حیات او را بلکه آینده فرزندانش را هم نابود می کند. مدینه به خود قول داد: من این خانه را با زحمت خود ساخته بودم و من آن را برمیگردانم، نه برای خودم بلکه برای فرزندانم. او به نزد یک ادوکت کهنه و با تجربه رفت. من هیچ چیز ندارم، گفت او، تنها 3 کودک و یک دل شکسته، اما من میخواهم عدالت را برقرار کنم. ادوکت به دستان کفیده مدینه نگاه کرد و گفت: مادری که برای فرزندانش می جنگد از تمامی ارتش‌های دنیا قوی‌تر است. ما اثبات میکنیم که آن خانه با پول تو و با مهنت تو ساخته شده است. در همین حال فرزانه به خطای اولین خود راه داد. او فکر میکرد که منصور همیشه در مشت او خواهد بود. او با مردان دیگر در اینترنت گپ زدن را آغاز کرد. او پولی برای تجارت منصور جدا شده را پنهانی به حساب خودش میگذراند. او نقشه داشت که وقتی منصور مفلس می شود، او را پرتافته به خارجه رود. مدینه این را نمیدانست، ولی تقدیر الکی برختن نقشه فرزانه آغاز کرده بود. یک روز وقتی مدینه در بازار بود، یک زنی ناشناس به نزدش آمد. تو مدینه هستی؟ زنی منصور؟ پرسید زن. بله من، جواب داد مدینه با حیرت. من زنی اولین شوهر فرزانه هستم. من میدونم که آن زن کی است. او 3 عائله را الکی ویران کرده است. اگر خواهی من به تو کمک میکنم تا روی اصلی او را به منصور نشان دهیم. زانی که در بازار به نزد مدینه آمد، سعادت نام داشت. چهره او نشانه 10 ساله‌های پر از درد و تجربه را داشت. آنها در یک چایخانه خرد در کنار بازار نشستند. سعادت چای کبود را به پیاله ریخت و با آوازی پست آغاز کرد: مدینه جان، من تو را در شبکه‌ها دیدم و فهمیدم که چی به سرت آمده است. این دستخط فرزانه را من خوب میشناسم. 10 سال پیش او محض همین طور به خانه من وارد شده بود. آن وقت نامش دیگر بود. او خود را یتیم و بیکس نشان داد. من باشد به او نان و جای دادم. او در پشت من با شوهرم گپ زده تمام مغازه های ما را به نام خودش گذراند. مدینه با حیرت گوش میکرد. معلوم شد که فرزانه یک قلاب کسبی بوده است. او عائله های ثروتمند را میافت، دل زند را به دست می آورد و بعد همه چیز را از آن خود می کرد. او در خانه تو نمی ایستد. مدینه، ادامه داد سعادت. او الکی نوبتی خود را می جوید. منشور تو برای او تنها یک زینه است. او تمام پول منصور را می گیرد و او را مثل یک لطه کهنه به کوچه می پرتاید. در آن لحظه در جان مدینه چیز دیگر شد. رحم به خود گم شد و جای آن را یک اراده آهنین گرفت. او فهمید که برای شکست دادن این دیو، او باید از یک زن ساده به یک زن مبارز تبدیل یابد. در خانه منصور باشد زندگی به یک جهنم خاموش تبدیل یافته بود. فرزانه بگر روی اصلی خود را پنهان نمی کرد. او از منصور طلب می کرد که ماشین را که با مدینه 5 سال پیش خریده بودند فروشد. این ماشین کهنه به کی لازم؟ می گفت او با ناز. تو یک مرد موفق هستی، برای من از سالن ماشینی نو بخر. منصور در حیرت بود. تجارت او به ضرر دیدن آغاز کرد. او نمی فهمید که پولها از صورت حسابهایش به کجا گم می شوند. او هنوز نمیدانست که فرزانه آهسته آهسته توسط کارت‌های گوناگون سرمایه او را به حساب مادرش در شهر دیگر می‌گذراند. یک شب منصور از صدای خنده پست کسی بیدار شد. او به دهلیز برآمد و فرزانه را در بالکن دید.
او با تلفن با کسی گپ میزد و آوازش پر از عشق و هوس بود. همان آوازی که منصور مدتها باز نشنیده بود. ها جانم، پیچی راست میزد فرزانه، باز کمی طاقت کن، باقی مانده پولهایش را میگیرم و ما میرویم. این ابله تا حال باور دارد که من او را دوست دارم. او حتی فرزندانش را برای من پیش کرد. تصور میکنی چی خیلی یک آدم پست است؟ منصور حس کرد که عرق سرد به بدنش دوید. سخنان فرزانه از ضربه کارد هم سخت‌تر بودند. در آن ثانیه او مدینه را یاد کرد. یاد آورد که چی طور مدینه وقتی بیماریش شبها بالای سرش می نشیست و چی طور برای او از خود می گذشت. او فهمید که طلا را به یک شیشه رنگه فروخته است. مدینه و سعادت به کار آغاز کردند. سعادت توسط شناسان در بانک کمک کرد که گذرانیدن پولهای فرزانه را پیگیری کنند. معلوم شد که در دوام 4 ماه فرزانه بیش از $30,000 منصور را دزدیده است. ما نه تنها خانه تو را برمیگردانیم، گفت سعادت. ما چنان میکنیم که او برای هر یک اشک تو جواب دهد. مدینه بار اول در مدت طولانی به آرایشگاه رفت. او مویهای درازش را کوتاه کرد، لباس زیبا و رسمی پوشید. او دیگر آن زن فروشنده بازار نبود. او زنی بود که برای گرفتن حق خود می رفت. او با منصور در باغی که پیشتر واخوری می کردند واخورد. منصور با چهره خسته و چشمانی پر از پشیمانی آمد. وقتی او مدینه را زیبا، قوی و آرام دید، اشکهایش را داشته نتوانست. مدینه مرا ببخش، من کور بودم، آغاز کرد او. اما مدینه با سردی او را باز داشت. من برای شنیدن بخشش نیامدم منصور. من برای نجات فرزندانم از کمبیزاعتی آمدم. این حجتها را بین. او کاغذهای بانکی را بر روی میز گذاشت. معشوقه تو فرزانه تو را غارت کرده ایستاده است و حاضر او نقشه دارد که با مرد دیگر گریخته رود. روز جدایی فرا رسید. فرزانه الکی جامدانهای خود را بسته در تهخانه پنهان کرده بود. او منتظر بود که منصور به کار رود و او همیشگی این خانه را ترک کند. اما به جای منصور، مدینه با همراهی ادوکات و کارمندان میلیتسیا به خانه وارد شد. تو در اینجا چی کار میکنی؟ فریاد زد فرزانه. از خانه من گم شو. این خانه تو نیست فرزانه، آرامانه جواب داد مدینه. و هیچ گاه نبود. ادوکات قرار سود را نشان داد. معلوم شد که مدینه اثبات کرده است که خانه با سرمایه میراثی بابایش و زحمت خودش ساخته شده است. اما مهمترین چیز این نبود. منصور به حجره وارد شد. در دستش تلفن فرزانه بود که صبح پنهانی گرفته بود. این ابله تا حال باور دارد. میگویی؟ سخنان او را تکرار کرد منصور. من جامدانهایت را یافتم فرزانه و من شناسنامه دوم تو را با نام دیگر یافتم. رنگ فرزانه پرید. او فهمید که بازی تمام شد. او را برای قلابی و دزدی دستگیر کردند. او مثل مار میپیچید، میگریست، ولی دیگر کسی به او باور نمی کرد. از اون واقعه ها 2 سال گذشت. مدینه در مرکز شهر قنادی شخصی خود را با نام مهر مادر کشاد. او حالا یکی از زنان موفق ترین شهر است. فرزندانش در بهترین مکتب ها می خوانند و همیشه در کنار مادر قهرمانیشان هستند. منصور دیگر ازدواج نکرد. او در یک حولی اجاره زندگی می کند و هر روز استراحت با امید منتظر فرزندانش می شود. او هر روز به مدینه زنگ می زند، ولی مدینه تنها در بانه کودکان گپ می زند. تو را بخشیدم منصور، گفت روزی مدینه، اما برگشتن امکان ندارد. تو نه مرا، تو باوری را کشتی و باوری مثل کاغذی سوخته است. آن را دیگر سفید کردن نمی شود. قصه مدینه به یک افسانه تبدیل یافت. آدما می گفتند از مار بیابان نترس، از ماری ترسیدن لازم که در آغوشت جای دادی. اما فراموش نکن، حتی پس از سوختار سخت‌ترین در خاکستری آن زیباترین گلها می رویند.